قراره با هم دیگه یک کتاب جدید رو نقد و بررسی کنیم. اسم این کتاب هست دختری که ماه نوشید. خب پس بریم خیلی سریع و تند با هم دیگه خلاصه این داستان رو بخونیم. بزن که بریم. خب خلاصه این داستان خیلی قشنگه. در مورد زن پیری هستش که در یک جنگل زندگی میکرده. هر ساله در اون شهر یه مراسمی برگزار میشه برای یه جادوگر خیلی پیر و بد اخلاق یک نوزاد رو قربانی میکردن و همین زن پیر که یه جادوگر مهربون بوده و داخل جنگل زندگی میکرده هر سال اون کودکان رو همون نوزادان رو میدوزید و با خودش به جنگل میبرد و به خانواده هایی میداد که بتونن از اون کودکان به طوری نگهداری و مراقبت کنن. ماجرا از روزی شروع شد که زان اشتباهی به جای قدرت و جادو ستاره به یک نوزاد جادوی ماه رو میده و اصلا براش مهم نبود که این قدرت چقدر میتونه تاثیر بدی بذاره، به خاطر اینکه قدرت ماه دست کم گرفته بود و قدرت ماه خیلی خطرناکه و میتونه به خودش و اطرافیانش آسیب بزنه و ماجرا به این طور پیش میره که اون بچه رو به حال خودش رها میکنه و میذاره از اونجا میره. اما به نظر شما باید قدرت ماهو دست کم بگیرین؟ خب خلاصه این داستان به این ترتیب بود که براتون توضیح دادم. این کتاب خیلی قشنگیه، برای نشر پرتغاله و این کتاب در سال 2017 برنده جایزه شده و این کتاب خیلی بهتون پیشنهاد میکنم بخونین و واقعا خیلی کتاب قشنگیه. اینم صفحات این کتاب هستش به این شکله و واقعا خیلی کتاب قشنگی حتما بهتون پیشنهاد میکنم بخونین. امیدوارم از این ویدیو من خوشتون اومده باشه. اگه میشه ویدیو من رو لایک کنین، چنل من رو سابسکرایب کنین و یک کامنت قشنگ برام بذارین. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. بای بای.